به نام یاد خدا. دوستان عزیز سلام بر شما. امیدوارم جور صحت و سلامت باشیم. باز هم خوشحال هستم با یکی دیگر از برنامه‌های طبیب در خدمت شما قرار دارم و امیدوارم شما هم برنامه را تا آخرین دقایق برنامه همراهی کنین. دوستان عزیز امروز خواستیم در مورد بیماری قلب، چون اگر ما در رابطه با بیماری قلب در این برنامه صحبت کنیم، چون نیم ساعت تایم برنامه است، ما نمیتونیم تمام بیماری های قلبی را در نیم ساعت به شما خلاصه بگوییم. خواستیم امروز در رابطه با اسکمی قلب، که اسکمی قلب چیست به شما معلومات بدیم که خوشبختانه دکتر صاحب عمر انصاری با ما در استودیو هستن و در رابطه با این بیماری به شما معلومات میدن. اما پیش از اینکه ما برم همراه دکتر صاحب در رابطه با اسکمی قلبی به شما عزیزان معلومات بدم، میریم با هم یک پکیج تصویری به شما آماده ساختیم که با هم یک جا میبینیم. دوباره برمیگردیم، با ما باشید. بیماری اسکمیک بیماری است که ناشی از کاهش خونرسانی به عضله قلب یعنی میوکارد و اسکمی آن می باشد. این بیماری ناشی از انسداد عروق کرونری مثلا در اثر آتروسکلروزیس می باشد. این بیماری بسته به محل و میزان انسداد عروق انواع بیماری های اسکمیک قلب، آنژین صدری و سکته قلبی است. شرایط مانند پرفشاری خون، دیابت، چربی خون، مصرف دخانیات و سابقه ارثی به وجود آورنده این بیماری ها هستند. قلب انسان 4 حفره دارد و دارای 2 دهلیز و 2 بطین است. خون در قلب انسان به 2 مسیر پمپاژ می شود. مسیر اول مسیر گردش خون است. در سمت راست قلب خون از طریق ورید وارد دهلیز راست می شود و بر اثر انقباض بطین از طریق شرايين به ششها برده می شود و خون در ششها به تبادل اکسیژن و دای اکساید کربن با هوای داخل ششها می پردازد. و سپس خون تصفیه شده دوباره توسط ورید وارد قلب می شود، ولی این بار به قسمت چپ قلب وارد می شود، یعنی ابتدا وارد دهلیز چپ و سپس توسط دریچه میترال وارد بطین چپ می شود و با انقباض بطین خون وارد آروتا می شود و در تمام قسمت های بدن خون در رگها حرکت می کند. قلب از 3 نوع ماهیچه به نام های ماهیچه اندوکارد، میوکارد و پریکارد تشکیل شده است که میوکارد ماهیچه قابل انقباض قلب را تشکیل می دهد. ماهیچه های فوق نوع دیگری از بافت به نام بافتگیری در قلب وجود دارد. بافتگیری محل اصلی زایش تحرکات و انقباض های قلب است. 2 نوع بافتگیری در قلب وجود دارد: بافتگیری پیشاهنگ و بافتگیری دهلیزی بطینی. این عضو مخروطی شکل با صورت کیسه عضلاتی تقریبا در وسط قفسه سینه از طرف راست صدر به طرف چپ موقعیت دارد و وزن آن در آقایان حدود 300 و در خانم‌ها حدود 250 گرم، یعنی حدود 0.4% وزن کل بدن می باشد. قلب توسط یک دیوار عضلاتی عمودی به 2 نیمه راست و چپ تقسیم می شود. نیمه راست مربوط به خون وریدی و نیمه چپ مربوط به خون شریانی است. خب بینندگان عزیز، شما را دوباره خوش آمدید میگم. در ابتدا سلام بر شما دکتر صاحب، شما را به برنامه طبیب خوش آمدید میگم. سلام علیکم. زنده باشین. تشکر بسیار. دکتر صاحب میشه در قدم اول تعریف داشته باشیم از اسکمی قلبی، طور که دوستای عزیز ما عامیانه صحبت میکنن به حمله قلبی فکر کنم میگن، حمله قلبی یاد میکنن برش، میخوایم تعریف از شما داشته باشیم. بله، امروز اسکمیک قلبی و یا ای که عامیانه روزمره اکثرا به نام حمله قلبی یاد میکنن عبارت از اونمو بندش و یا کاهش رسیدن خون به قلب است که میتونه از سبب بندش قسمی و یا تام شریان‌های قلبی به وجود بیاید. این مرض اکثرا اونمو چون از سبب بندش شرايين به وجود میاد و بندش شرايين معمولا از سبب موپلک که متشکل از شحم و پروتئین و کلسیم و فیبروز و از این تشکیل شده و اینمی
پلاک به نام پلاک اتروسکلروتیک از لحاظ طبی میگن و این پلاک سبب بندش شریان ها میشه. در ابتدا به صورت قسمی که به فیصدی بود نشان داده میشه در معاینه انجیوگرافی 10% 20% تا بالاخره 100% مکمل بندش تا میشه. باز ما به نام حمله قلبی یاد میکنیم. بسیار خوب. میشه دکتر صاحب در رابطه با اعراض علائمش صحبت بکنیم؟ یک مریضی که پیش شما مراجعه میکنن چی در واقع دیده میشه که شما مثلا شکی به این میشین که این شخص دچار به اسکیمی قلبی درد صدری می داشته باشه یا بعض از مشکلات دیگر شما میبینین و شکی به این میشین که این شخص دچار به اسکیمی قلبی است؟ اکثر مریضایی که مصاب اسکیمی قلبی و یا که عامیانه ما میگیم حمله قلبی مصاب می باشن با درد صدری، اونا مراجعه با درد سینه که اکثر اون درد به طرف چپ صدر می باشه، تواضع می داشته باشه، موقعیت می داشته باشه و یک درد بسیار شدید که مریض خودش میگه که این درد ما عمر خود هیچ وقت تو درد تجربه نکردیم، اینقدر شدید است و از درد حتی بسیار ناله و فقان میکنه و همین ترتیب همراه با درد عرق بسیار عرق همراهش میشه، چون درد بسیار شدید است مریض همراهش عرق می داشته باشه. یک علامه دیگه که ما میتونیم بسیار زود بفهمیم که مریض مصاب اسکیمی قلبی و یا که حمله قلبی است که ما میتونیم. باز درد میتونه که به طرف چپ اکثرا انتشار میکنه، به طرف دست چپ، به طرف گردن، به طرف دندان های فک سفلی ما، به طرف گردن و حتی بالاخره تا به قسمت سرای و یا ناف که ما میگیم تا همین قسمت میتونه دردای که از ناشی از امراض قلبی، ناشی از اسکیمی قلبی باشه انتشار کنه. شما زیاد کردین دکتر صاحب گفتین که در قسمت چپ خود اینا درد احساس میکنن. پس هر دردی که ما در قسمت چپ احساس میکنیم آیا تمامش مربوط به اسکیمی قلبی است یا بله بعض از پرابلم های دیگر هم می داشته باشه؟ اکثرت ممکن همه دردهایی که به طرف چپ صدر یا به طرف چپ صدر مواجه میشن مریضا اینا اکثرا اسکیمی قلبی بودن نمیتونه. میتونه که سایر امراض باشه، مثل میتونه که امراض معده، مری، امراض خودش قبرها ها، عضلایی که در اونجا قرار داره، عضلات، این همگیش میتونه که سبب دردهای صدری شود و به همین خاطر ولی ما باید اولین چیزی رو که باید در نزد یک مریضی که درد صدری رو رد کنیم اینمی اسکیمی قلبی است. چرا سایر امراضی که من ذکر کردم اینا مریض سبب تلف شدنش نمیشه بسیار سریعا، در حالی که باز امراض اسکیمی قلبی و یا ما شما ساده حمله قلبی که میگم این بسیار زود مریض در ظرف ساعات مریض در ظرف دقایق و ساعات مریض از بین برده میتونه. بنابراین باید اول درد صدری نزدشان رد شود، بعد از او درد صدری که سبب امراض قلبی بشه رد شود، بعد از او باز سر سایر امراضش میتونه آدم بسیار با فکر آرام کار کنه و متوجه از او باشه. از دید شما، از نظر شما چقدر واقعات از این در کشور خود ما دیده شده و مریضایی که پیش شما میاین شما که میبینین چقدر هموطنان ما یا همه شخصایی که پیش ما میان چقدر مصاب به این بیماری هستن؟ بله، واقعاش روز به روز افزایش یافته میره، چون متاسفانه در کشور ما تو کدام تحقیق صورت نگرفته ولی به صورت عموم در کل جهان واقعاتش روز به روز و خصوصا در افغانستان در کابل که ما همیشه مواجه میشیم با مریضا بیش از حد زیاد میشه و دلیلش چی بوده میتونه؟ دلایلش شما آیا از غذای خوب استفاده نمیکنن و یا اسپورت نمیکنن و یا از بله اکثریت واقعاتش یعنی در کسایی دیده میشه که اونها فشار بلند خون دارن، اونها فرموده شما که اکثرا تمرینات و سپورت نمیکنن بسیار و همینطور فعالیت فیزیکی ندارن. با ترکیبش غذاهایی که اکثرا غذاهای نمکی و غذاهای که ما به نام غذاهای چرب است از اونها استفاده میکنن، سیگرت استفاده میکنن. اینی فاکتورهای خطره شخصی که باید اینی نزد مریضا برطرف شود. یعنی مریض باید فشار اگر داشته فشار بلند ها کنترل کنه، سیگرت تا کوشش کنه، آهسته ختم کنه. به همین ترتیب رژیم غذایی مناسب یعنی از زیادتر از میوه‌جات و سبزیجات استفاده کنن، از چربی unsaturated fat ما شما که می‌مزون نه استفاده کنن، مثل روغن زیتون، ماهی استفاده کنن. اکثرا گفتم هفته 2 دفعه باید داخل ماهی اونا استفاده کنن. اینی مجموعاً همو ایچایش هسته که باید من نظر رفته. تشکر دکتر صاحب. اسکیمی قلبی و یا بندش هویه و که دوستان عزیز ما در رابطه به حمله قلبی میشناسن، بعضی از اشخاص میگن این از اثر جگرخونی به
یک شخص که سالم باشه اونا مبتلا میشن به دلیل از که بعضی از خانواده‌های عزیز که جگرخون میشن میگن که سرازی حمله قلبی اومد. آیا جگرخونی رول داره سرازی ارتباط داره در رابطه با اسکمی قلبی؟ در قسمت اسکمی قلبی طوری که ما در اول هم برای شما تعریفش ذکر کردم که سبب یک بندش است، در تشدیدش رول داره. یعنی اینکه یک مریض قبلا یک تکلیف قلبی داشته، یعنی یک بندش در شریان ها موجود بوده، وقتی که جگرخون میشه و یا که خفه میشه پریشان میشه در تجدیدش، یعنی یا در هر حال که یعنی در ایجاد کردنش رول داره. ولی که شما یک فاکتور خطرش همین سایکو سوشل فاکتور است، فاکتورهایی که روانی و اجتماعی است. و یک فرموده شما همین دقیقه است که در تشدیدش و یا که در ایجادش در اول نزد مریض موجود بوده، قبلا یعنی تکلیف قلبی داشته یا یعنی اسکمی قلبی داشته، یعنی 20 وارد شده و نمور بیخی تشدید کرد و ایجاد کرده این مرض. تشکر دکتر صاحب. اگر شما موافق باشین یک میان برنامه بگیریم. بینندگان عزیز یک میان برنامه میگیریم، دوباره برمیگردیم با ما باشید. بینندگان عزیز شما را دوباره خوش آمدید میگم. برنامه طبیب بیننده هستید. خب دکتر صاحب، پیشتر شما از اعراض علائمش یاد کردین، گفتین که درد صدری و بعضی از اشخاص هستن که درد صدری ندارن، استفراغات، دلبدی و بعضی از گنگسی های سر دارن. اینا رو یا بسیار ساده میگیرن، مثلا اینا هفته یک بار و یا ماه یک بار به این بیماری یا دچار میشن که از سر گنگس می باشن و یا دلبدی می داشته باشن. آیا اینا ارتباط داره با اسکمی قلبی؟ بله، یک تعداد از مریضای هستن که براستی این درد صدری نمیداشته باشن ولی ممکن مصاب حمله قلبی و یا که امراض اسکمیک قلبی باشن، که از جمله میتونم فرموده شما که درد دلبدی داشته باشن، استفراغات داشته باشن، یک ناراحتی بسیار خفیف صدری داشته باشن و یک سردردی داشته باشن، از یک گنگست شاکی باشن و نزد شما مراجعه کنن که این باید آدم امی پایوازهای مریضا باید متوجهش باشن، به خاطر که ممکن مریض مصاب یک حمله قلبی باشه، این درد صدری نداشته باشه. مخصوصا در 3 طبقه از مریضا گفتن که این واقعاتش ممکن زیاد دیده شه بدون درد صدری باشه. خانم هستن و اشخاص مسن هستن و به همین ترتیب اشخاصی که مصاب مرض شکر هستن. این 3 طبقه مریضان باید و 3 طبقه اشخاص باید متوجه باشن. ممکن این درد صدری نداشته باشن ولی با یک گنگست نزد ما شما مراجعه کنن و یا اینکه در خانه باشن. بنابراین باید این مریضا را جدی گرفته شود و بدون ضیاع وقت به شفاخانه رسانده شوند بدون حرکت دادن ایشان. در کدام اشخاص زیادتر دیده میشه اسکمی قلبی؟ این امراض اسکمیک قلبی قبل ما یک اشاره رساندم که اکثرا در نزد مریضایی که گفتن که جنس مرد باشه، یعنی اکثرا مردها در این واقعات ایجاد است. یک مرد که ما دیدیم درد صدری داشت و به طرف چپ متمایل بود، ما زیادتر مشکوک میشیم نسبت به خانم‌ها. دیگه مریضایی که مصاب فرط فشار خون است، فشار بالای خون دارن همیشه و یا که اینا بیشتر نزدشان این واقعات دیده میشه. همین ترتیب کسایی که سیگرت استفاده میکنن کاملا یک فاکتور خطر جدیش است که دخانت استفاده میکنن. بله، به همین ترتیب و به همین ترتیب کسایی که چربی خون به اصطلاح عامیانه دارن، یعنی دیسلیپیدمیا دارن، هایپرلیپیدمیا دارن، اینها بیشتر به این مریضی واقعاتش زیادتر دیده میشه. اکثر ما که در شفاخانه میبینیم این مریضا به این مشکلات داره و یک مریضی که همین گپا رو داشت در پولیش یک درد صدری داشت، ما اولین چیزی که فکر میکنیم میگم والا همین مریض ممکن مصاب درد صدری باشه، ممکن مصاب امراض اسکمیک قلبی باشه یا حمله قلبی باشه. بنابراین این رو باید جدی گرفته شود که فاکتورهای خطرش و همراه با همین درد صدری که مریض همراهش تقابل داشته باشه، این تا وقتی که یک جای نزد مریض موجود بود باید ما دفعتاً با این مریضا همکاری صورت بگیره و دفعتاً مریضا باید ما بدون از اینکه حرکت بده. اکثر مریضا که نزد مراجعه میکنن در شفاخانه با پای مراجعه میکنن، باید مریض مکمل استراحت تام و انتقال داده شود به موتر، بعد از به موتر یا به امبولانس باشه خب بسیار خوب میشه دفعتاً بدون ضیاع وقت و بعدا در شفاخانه در ویلچر مریض انتقال داده شود و بدون که مریض حرکت کنه. چون حرکت دادن خودش سبب
افزایش حرکات قلب میشه و در نتیجه مساحی که برش خون نمیرسه، چون ما ذکر کردیم که اسکیمی قلبی یعنی خون نمیرسه به مساحی قلبی، یا به صورت قسمی یا به صورت تام که باز حمله قلبی میشه. بله. در این حالت باید مریض ما کوشش کنیم که استراحت بدیم و مریض هر چیز زودتر به شفاخانه راجع بسازیم. تشکر میکنیم از شما دکتر صاحب، چون در آخر این دقایق برنامه هستیم میخوایم در رابطه با وقایعش هم بگوییم. یک شخصی که همیان هموطنان عزیزی که ما را از طریق تلویزیون میبینن، اینا در این فکر هستن چگونه کارها را باید اینا انجام بدن تا مصاب اسکیمیای قلبی نشن. به خاطر از اینکه بعضی کسایی هستن که میخواین بفهمن که کدام راه از کدام طریقه است که از اونا و استفاده کنن تا مصاب این بیماری نشن. در رابطه با وقایعش شما صحبت بکنید. بسیار خوب. اکثر مریضا تداویش هم و خود وقایعش هم مربوط به اینمی فاکتورهای خطرش میشه. یعنی وقایعش به همین طور میشه که مریض اکثر اشخاصی که مصاب مثلا چربی خون هستن باید رژیم خود بگیرن، یعنی میوه‌جات و سبزیجات روز حداقل 3 بار بعد در جریان در همین 3 وقتی که غذا میخورن باید استفاده کنن. به همین ترتیب باید همراه با سیگارت، کسایی که میکشن باید سیگارت مکمل آهسته قطع بکنن و تمرینات حداقل باید روز هفته 30 دقیقه، روز هفته 30 دقیقه و هفته 4 مرتبه هیچ که نمیتونن باید پیاده‌گردی بکنن. همین کارها را انجام بدن ان شاء الله به این مرض که بسیار کشنده است و اگر دفعتاً برش رسیدگی نشه و مریض از بین میبره، ان شاء الله میتونن وقایع بسیار آسان و زیادتر واقعاتش هم در افغانستان دیده میشه. بله، خاطر که زیادتر هموطنان ما از غذاهای چرب استفاده میکنن و از سیگارت دخانیات اینا زیادتر استفاده میکنن. تشکر میکنیم دکتر صاحب که در برنامه ما تشریف آوردین. سپاس. زنده باشین. تشکر از شما. خب دوستان عزیز، این بود برنامه طبیب که تقدیم شما کردیم و ناگفته نمانه در بخش آخر برنامه در رابطه با IV یا انجکشن وینوس به شما معلومات آماده ساختیم که برین او را هم دیده و با دیدن امی پکیج تصویری شما را به خدای یکتا میسپارم. شاد و موفق باشین. خدا حافظ. زرق وریدی. در ابتدا مریض را بالای یک چوکی که راحت بتوانیم زرق کنیم شانده و بعدا تمام مواد را که لازم است در دسترس خود قرار میده، از قبیل الکل پد، تورنیکت، سرنج و موادی که زرق می شود. و بعدا ساحه را می بینیم که در کدام قسمت ورید یا رگ خوبتر معلوم می شود. بعدا برای مریض توصیه می کنیم که دست خود را باز و بسته کند تا خون سریعتر و خوبتر حرکت کند. و بعدا در ساحه‌ای که زرق می کنیم آن ساحه را با دست خود به ضربه می زنیم تا رگ خون برجسته تر شود. بعدا تورنیکت را بسته می کنیم تا رگ پوندیده و سوزن را خوبتر داخل رگ نماییم. حالا ساحه را با الکل خوب پاک میکنیم تا میکروب ها از ساحه دور شوند.
بعد از آن سرنج را آماده کرده و در ساحه تعیین شده داخل میکنیم. و زمانی که خون در سرنج ظاهر شد و مطمئن شدیم که سوزن داخل ورید است، زرق را انجام میدهیم. بعد از خارج کردن سوزن، گازپد را در ساحه گذاشته و بالای آن چسب میزنیم تا از خارج شدن خون جلوگیری شود.